3 نکته خیلی مهم که شما در انتخاب سنگ باید رو اولویت قرار بدید. اولین نکته قطر سنگ یا همون ضخامت سنگ. قطر سنگ نمایی ساختمان باید 17 میل باشه، کمتر از 17 میل نباشه. حالا شما میپرسید چرا؟ اینی که دست من میبینید اسکوپه. کار اسکوپ اینه که باعث نصب محکمتر سنگ روی نما میشه. برای نصب اسکوپ شیاری رو پشت سنگ ایجاد میکنن و اسکوپ رو توی این شیار قرار میدن. حالا میرسیم به سوال که چرا قطر سنگ نما نباید کمتر از 17 میل باشه؟ زمانی که پشت سنگ رو شیار میدن و اسکوپ رو قرار میدن، اگر کمتر از 1.7 میل باشه جلوی سنگ آسیب میرسه. اصلا نمیشه سنگی که قطرش کمتر از 17 میل باشه اسکوپ زد.